نمایش رو حال کردید از آقای پنگولیر. خب برم پنگولیر تا با سندکین. بله حرف بزن دارم ویدیو میگیرم. عجب هیروی پیش کردن اینا. اوه جلو میفو خوبه. فلج میشه. آره هیرو الان خیلی بهتر از سانه خیلی بهتر از سانیه، خیلی بهتر از این ووکره در مقابل این. حواست باشه دوت که میخوای بزنی باید 2 بار بزنی دبلیو. دمیجش بیشتر میشه؟ خیلی بوت آقا نیمو آیتم 1 صرف نه آیتم 1 آقا نیم دیگه. آقا نیم میدونم چی کار میکنه برای خیلی خوبه ولی حالا دیفیژوال میرن روش. لازم نیست. چرا لازم نیست؟ این که بتونم به اندازه کافی اسلو داریم دوتایی. فعلا 2 میگیره. هشتصد تا HP. یه سوال وقتی پنگولی 6 میکنم کمتر دمیج میخوره؟ آره باید قاعدت هم بخوره چون توی یک دیدی لستیک نزدم. ای نمیدم نه میبینم داری کسی داد میشه. آره ببین یکم هم ندارم مردی. بلاک کردمش. ای آخر مردم ولی زدیش. بزنش دیگه. با درخت بلاکش کردم. اینجا که وایسادم مردم. ادش پنگودی رو ساپورت دارا بازی نکردم بر نداشتم بذار بخرم. وای مردی نمردی سرد میزنم الان میام. اهمیتی نداره. نشد لست. ای داشت داد نه شانسی بود. نمیتونست اصلا میخوام بزنم. نمیری من چقدر دیگه میرم الان؟ نه مرد. اون چی بود پس؟ ایلوژن بود جدی؟ نه ایلوژن نبود خودش بود. شارت که نمیبرده. خب ایلوژن بود دیگه. خیلی دیر داشت میمرد. دمیج نداریم. به استک شاید یکش دمیج میده. بیان جلو من 6 من کارتیشم. وارد دارم دستی نداره وقت دیوارد نکنی هیچ کاری نمیتونم. اوه اوکی فعلا کار خاصی نمیتونیم بکنیم ولش کن. ما این روبیک همینجا دارم میچرخه اینجا فرق. وارد چرا هیچ وقت نداریم. اونم گرفت. اینجا دیوار تو نخشب کن. یه در فیت نده. درخت هم نهارم دوباره بلاکش کنم. آقا بازم ایلوژن بود. شاید ایلوژناش اننین. بیا اینه چقدر خوبه این هیرو. چقدر خوبه دارم لذت میبرم. مردیم نه اوکی 40 تا میزنیم زیر بالا. دیگه نمیتونه بستم کاری کنم. یکم نداشتم که داره. ای میگم چرا اینقدر به کریستالیس هیت میدی؟ نباید این ببین بچه دگرم اومد.
اصلا مثلا میگن چرا رو وید دگر رو ورده. خب اینا همش دلیل داره. وقتی دمیج میخوره دگرش میره رو کولداون. بعد یکش هم بزن اینجا. خودش تیپی کرد اینا مونده اینجا. دگرش میره رو کولداون وقتی دگر میکنه. بعد یکش وقتی دمیج میخوره. بعد یکش برمیگردونتش به چند ثانیه پیش. این اینجور یک میکنه بعد دگرش آماده میشه. دوباره دگر میکنه 3 متر میره و برتر راحت در میمیره چون چند ثانیه قبلتر دیگه دگر داشته دیگه. الان اگر عکس العملی نمیبینید ازش به خاطر اینه که 10,000 بار گفتم یه بار تا توضیح دادیم. خب ویدیو قبلی که گرفتیم نشد دیگه، ضبط قبلی نشد. این بعد اینجا چیز خودم بذار جونشون کم کنم. عالی بودی. نه کاری بیا بزنش. اینجا برات چیز کردم که نزنی، بیا بزن که استک کردم. استک من ارزش داره میتونستم بکنم. ممنون که یادم انداختیم که اینجا پریمال بیست هم هستا. میتونم سنگنیشو بیارم. پریمال بیست نداریم، بیست مستره. اون بیست مستر بابا. من 6 ندارم. مهم اینه که من 6 دارم تو اهمیتی نداره. الان آخ خب وای حالا مگه میشه در رفت؟ نمیشه دیگه. 4 نفر ریختن سرم. اینا رو نگاه. من 6 ندارم. اکتارین هم میتونم بیارم اکتارین ولی نمیارم. آخ مرد فکر کنم. فکر کنم مرد. تو مرد. نه من نمیرم. چرا نمیری؟ 6 داری؟ منم 6 دارم ولی من 6 دارم. اگه دارم در رفت. حالا نه اینو اینجا بزنیم. ریدم با این 6 کردنم. آقانی ما اومد. چقدر نه الان میگیرم دارم میام. آخه برو من بهش میرسم من. واخ نزدیک بود بگیرمش ها. فهمیدم. خیلی هیرو اوتونی هستن که ای مردم مسخره. یکم ولی میتونستم دارم. شو تک دارم میرم بمیرم. من واقعا درکشون نمیکنم. این خیلی قویه ولی خب باز میتونیم چون هیرو همون کاملا دمیج آوه دارن. آوه کریمون اولی بود. کریالی این بازی قرار نیست به بازی خیلی دگر بیارم بعدش. برم نه نرو پیش ندارم. چجور دارم دمه میدم من خدا هم. مردم. وای 20 ثانیه دیگه 6 چقدر بد داره حکم میکنه پوجه. دوباره یکم الان میاد. یک 6 دارم برم. نمیدونم میتونیم شاید مردی یا نمیدونم هر که خود نه آره برو تموم برو تموم شد. شیشه تمامش کم بود. باقانیمت بیشتر میشه. یه ذره داره. قدم من بود. خب
بیاین منو بگیرین. ریجنریشن The enemy's middle tower شب به has موقع fallen. رون پیدا کرد. شیلد بر نداشت. من بر نداشت. کی بر نداشت؟ کلینگس بر نداشت. آره. شیلد چیز ریجنه ریجن برداشت، ریجن او بر بود. این شیل بر نداشت. هنوز خونش کمه. شاید نه، تو پر باطلشه. من باطل نداشت. غلط چیکار کرد؟ یه ذره اینایش دور رسید. یه ذره دیر رسید. دیر رسید. نه من دقیقا تا رفتش رفت. میگو پوچ. بردم. اوه هو هو هو. میگم هیرو خوب یعنی این. عشق کن. اینجا هم هستم. نه نیست. 6 دارم. منم جیش دارم. از میتونی نیکو رو بزن. میدونم. Roshan has fallen to the dark. آخ این درد داشت. این میتونه باعث باختمون بشه. بریم بزنیمش اولیو. برای اولین دل کاشیش نمی کنم. کاشیش کن من کیش نمی کنم. خب کره الان رفته برای اینجا سنی؟ الان میام پوش میدن دیگه باید برگرد. Enemy's Nah, bottom enjoy tower this. has چرا fallen. خب من یک کردم بعد برای دست اینجا نیست. آره داره پوش میدیم تیپی ندارم منم Middle ندارم. barracks are under attack. خب من شیشم الان میاد برو 6 کن 6. 2 1 سب کن الا پینگم رید دامیج وای الا بزنش. من نباید بمیرم. بمیر آخ مرد بالاخره مرد اولی بود نه برو شیش کن آفرین عالیه بریم الله شو کیس کردی. 2 تا کیل بیشتر دومین کیلم بود من 10-0م. من اوکی، 2 یه 6م 10-0 کی منم بهت گفتم اسکال باشر بیا. خب میدونم این برای اینکه نمیرم سریعتر بود اسکال باشرم بود چجوری گرفتم الان؟ چطوری؟ نمیدونم. او الان میمیرم چقدر این ماجیک بندی که اووردم خفن خورده حلالم من میمیرم اگه یکم جلو وایسم میپو اومد نیم ساعت من نگه میداره پارم میکنم 10 ثانیه دیگه 6 دارم. الا نشد بیام 6 کنم نه این همین جوریش هم داره میمیره الله گرفت. بمیر مرد اوکی نمرد چرا بعد رفرش داره میاد. رفرش هم داره میاد. صبر کن یکم دیگه. مرد اون چی بود اوشراکیل گرفت اون یکی زنده نیست رمپیجش کن الان رفرش هم دارم 2 تا 6 میکنم. الان کولداون 6 هم 15 ثانیه کمتر شد بسوزد درونه آخرین باری که سنکینگ بازی کردی رمپیج گرفتی Dire structures are fortified. میبینی رمپیج های من مقدسه. چقدر سنکینگ هیرو قویه چقدر الکی قویه کلن هی داره فانتوم لنسر میاد تو فایت هی من چیش میکنم هیچ کاری نمیتونه بکنه. فکر کنم آیتم فارم اشتباه گرفتیم میترسیم. مردم ولی
باز میتونستم کاش که اینو اگر میبردن بودم رو حالت مال همشون اینجا. شاید میاد. سب کن یه میپو برو میبینی رفتش هم داریم این چرا رفت تو زمین شاردشه یکی دیگه هم چیش میکنم ولی نمیمیره شورت هم اوهو بزنش دارم مرد الو آه آره که زد بود 2 بار شیش کردی بازم داشت میزده الان اگه این بوکر بودی فهمیه. خواستی چیکار کنی بود اینجا It's conceivable. اسیستم نشد او هوا بود یک کردم آقا اسیست بشه حداقل دیگه بریم رفرش من به عنوان ندارم یک تانک برگرد رفرش ندارم Abyssal blade. من میدستید سه تا Roshan has هیر fallen to the dark. علدی بابا این چرا یه اسکن نکردیم ندیدیم نیست دیدیم نیست بیا بریم نگاه واسه کیلینگز بشه رو برده عالیه بزن اون بیا اینجا صبحتان بخیر چقدر زیباست این زندگی اوه به الان که زدم وای نه من نمیمیرم به خاطر رون شیلدم زنده مگه چیزیش داره میشه این ساعت بیا که مردیم اوه برو رفرش اینو داری؟ بود دفعه کاریانیا شد رفرش دارم نمیری آه اینو بود دفعه کاریانیا شد بسه بریم پوش بدیم دیگه The 10 بار enemy's middle کشتیمشون tower has fallen. هنوز نمیتونیم بزن چقدر میپو اگر یه مثلا توی بازی کانتراش نباشن پاره میکنه بازی هم فقط به خاطر منو داری میگاری خب دفعه قبلی که اینو میگفتیم مسخره میکردم ولی این بار شاید راست میگی این بار دیگه واقعا دارم راست میگم این فیلتو The enemy's middle barracks. چقدر دارم دمیج میدم خیلی قویه سنکین نمیری بدون دد باشه بازی نمردی همیشه مردی کمک کارو نمردم نمیخوام بمیرم مردم حالا چرا شیش کرده بیام اوف حواسم نبود تلپورت داره دوباره مرد اوکی بزنید سریع تمام کن 12-1 نگاه به فانتوم لنسر 3 کی پول داد منو کشت Structures are بله سکی خب الان او فکر کنم الان باید دریم بله خدا نگهدار نه بزنیم top barracks. بزنیم من اینجا حواسم هست Top barracks has fallen. میپای ابیسال میزنم روش الان کدومشون میخوای ابیسال بزنی نمیدونم فکر کنم اشتباه زدم بزن همینجوری اتک بده بمیر یس وی آر بتمن یا تموم شد باز ببینم چقدر دمیج دادم این باز MVP هم شدم نه بیا نشد میگم به این میگن هیرو 75 کی دمیج دادم 75 که سوال نگاه میپوه نتفورسش اندازه چیز است اسنایپر است ولی باز میتونست بزنتش همینقدر میپوی رو انگه خواستم بهتون بگم پوجشون ریده کامنت کرد میپوه بدبخت پارش کرد میپو مثلا اگه آرک واردن باشه جلوی میپو بیافته کابوسه کابوس اگر تانک نداشته باشید مثل عکس و اینا کابوس میده خب بذار من یه از ریزو قطع کنم یه دستی بگم
خداحافظ.